السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای لایک و پرسموتراتان، رحمت برای کامنتاری خوبتان. خداوند از هر یکی شما راضی باشد. در اینجا امروز من همین بولشک با تورک آماده کردم. حتما با ما باشید دخترها، کانال ما را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. در اینجا برای به ما لازمه 250 میلی لیتر شیر. من 50 میلی لیترش برای اپاره جدا کرده ماندم. به بالایش یک قاشق شکر و یک قاشقچه دراش برای اپاره نمینتر نغز که آمیخته میکنیم. در مدت 15 دقیقه میمانیم. بعد از 10 دقیقه من به بالای این 70 گرم شکر همراه کردم. اکنون نغز کک آمیخته میکنیم. به بالایش 2 دانه تخم را همراه کردم. من 2 دانه تخم، من 1 دانه زردی تخمامو برای آرایشی رویش من گرفته ماندم دخترها. تا شکر حل شدنش ما انمیتر آمیخته میکنیم. در اینجا نیم قاشقچه میده نمک، نمیتر نمک همراه کردم. اکنون دخترها به اینجا من 200 میلی لیتر شیری ماندگی همونه همراه کردم. 50 میلی لیترش من اپاره کرده بودم. دراژه در اینجا 450-500 گرم آرد همراه کردم. اکنون با خمیرمان را نمینتر کرده به بالایش 50 میلی لیتر رستیتینی مسله همراه کرده. نغز کک با خمیرامای میوشاریم. خمیرامو سخت نبیاد. اگر خمیر بولاشک سخت بیاد خمیر شما بیزه میشه، بولاشکی شما بیزه میشه. برای همین خمیر حرکت کنید ملایم تر بیاد. به مدت 40-50 دقیقه نگاه میداریم. در جای گرم کک نگاه میداریم. اکنون در اینجا من تواروک و شکر همراه کرده. 300 گرم شکر، 1 دانه سفیدی، 300 گرم تواروک، 1 دانه سفیدی تخم، 70 گرم شکر همراه کرده با بلندر انمینتر میزنیم. من تواروک ما تیار شد. اکنون من خمیری ما تیار شد. خمیر خودتا میبینتن چقدر خمیر بلندی نغز آمد.
خمیرامای انمینتف کشاده بقبتی انتوارا که مانده مثل خمیریس هم بایسته میپیچانیم. من انمینتف خمیرامای میپیچانیم. سخت دقیق میپیچانیم. دخترها کسانی که به کانال ما آبونه نیستن حتما آبونه شوید. ویدیوهای جالبتر در پیش است. به یار و دوستان پدیلیسته کنید تا که دیگرانم از ویدیوهای نفترین ما باخبر شوند. من پیچانده شدم. اکنون انمیتر به قسمت جدا کرده یعنی با رشته میبریم. انمیتر با رشته میبریم. ما با پخته آماده کراسیم. من چطوری که میبینید انمیتر بریده و لیست مانده در مدت 15-20 دقیقه بالایش انمیتر پشت میمانیم برای که دم گیرد. به بالایش یک دانه زردی تخمی گیته ماندگی همای به بالایش مالیده برای آرایشش. بعد به تفتان در حرارتی 170 گرادوس میپزیم. من زردی تخم مالیدم و دخافکه میگذارم. من بولاشکی ما تیار شد. چنانه که میبینید بولاشکی در حقیقت با مزه آمد. حتما به عائله خود تیار کنید. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر.